وقتی خدا واضح بخواد بگه روزی رسون منم، اینطوری نشون میده. این آقای جورج مولر تو انگلستان پرورشگاهی با 10,000 کودک افتتاح میکنه، اما هیچ وقت از کسی پول نمیگیره و معتقد بوده خدا اینجا رو اداره میکنه. یه روز صبح هیچ غذایی برای بچه ها نبوده، مولر همه رو دور میز جمع میکنه و فقط شروع میکنن به دعا کردن. و جالبش اینجاست خدا رو برای غذایی که هنوز نیومده بوده شکر میکنن. یهو یکی در میزنه، نونوا بوده. میگه به دلم افتاد امروز برای شما نون بپزم. نونا رو میده و تو همین حرفا یهو یه ماشین حمل شیر درست جلوی پرورشگاه خراب میشه و همه شیرش میرسه به بچه ها. این داستان عجیب دست نوشته خود آقای مولره و کاملا واقعیه. اون برای کوچکترین چیزها هم دعا میکرده و باور کردنی نیست که جواب میگرفته. اگه حال تو هم مثل من میزون شد، فالو کن که دوره هم باشی.